an alle und herzlich willkommen bei uns in unserem Online-Deutschunterricht. Ich bin Sogan. Heute möchten wir zusammen den Unterschied zwischen aus und vor als kausale Zusammenhänge sehen. Dann bleiben Sie bitte auf jeden Fall bei uns. سلام به همگی، خیلی خوش اومدین به یک جلسه دیگه از آموزش زبان آلمانی با من سوگن در بامبل لنگویجز. امروز می‌خوایم با هم دیگه تفاوت aus و vor رو در جملات علت معلولیمون ببینیم. پس حتما همراه ما bashing. Dann los geht's! Okay, wie gesagt, möchten wir heute zusammen den Unterschied zwischen vor und aus sehen. Welcher ist eigentlich richtig? Ausfreude, Vorfreude, aus Angst, vor Angst? Das lernen wir heute. Hier haben wir zwei Beispielsätze. Dann fangen wir damit an. Martin pendelt zur Arbeit. Vor Erschöpfung schläft er auf der Rückfahrt in der Bahn meistens ein. خب میخوایم با هم دیگه ببینیم تفاوت for و aus تو جملات چطوریه و کجا for رو میاریم کجا aus رو میاریم. دو تا جمله مثالی داریم. جمله اولمون میگه که حالا مارتین هر روز پندل به معنای تو راه بودن. یعنی مثلا اون زمانایی که من مثلا شدم یه ساعت و نیم تو راه هم برسم به سر کارم، یه مسیر طولانی تری رو باید طی بکنم تو سر کارم تا برسم به سر کارم، بهش میگیم پندل. اون راهی که میرم تو سر کار میام که معمولا هم طولانی تر از حالت نرمال، به این میگیم پندل. یعنی مارتین هر روز تو راه سر کارشه یا مارتین تو راه سر کارشه. از خستگی اون معمولا در مسیر برگشت توی قطار خوابش میبره. از روی خستگی vor Erschöpfung schläft er auf der Rückfahrt in der Bahn meistens ein. Einschlafen، خواب رفتن، یعنی خوابش بردن، خوابش میبره. اون خوابش میبره از روی خستگی معمولا در قطار در راه برگشت. از مارتین از روی خستگی تو قطار تو راه برگشت معمولا خوابش میبره. این for بود. چرا aus نه؟ حالا الان با هم دیگه یه مثال از aus میبینیم، ببینیم که با هم چه تفاوت‌هایی داره. Aus Langeweile hört Anna im Zug manchmal Musik. So kann sie sich die Zeit etwas vertreiben. Aus Langeweile hört Anna im Zug manchmal Musik. So kann sie sich die Zeit etwas vertreiben. میگه از روی حوصله سررفتگی، از روی حالا بخوام فارسی ترش رو بگم بیکاری، حوصله سررفتگی یعنی کاری نداره انجام بده، آنا بعضی وقتا توی قطار آهنگ گوش میده. اینجوری میتونه یه ذره زمان رو بیشتر برای خودش مثلا بگذره، اینجوری زمانش یه ذره میگذره، اینجوری زمانش میتونه جوری دیگه سپری بکنه. اینطوری بگیم. ببینین یه دونه داره میگه for Erschöpfung، یه دونه داره میگه aus Langeweile. من دارم اینجا چی میبینم؟ اینکه مارتین خوابش میبره، عمدن نمیخوابه، ولی آنا اینجا داره عمدن آهنگ گوش میده. اگر که حالا من این for رو بیارم و یک احساسی، معمولا میگم aus و for کلن برای بیان یک احساسی، برای بیان مثلا اینجا میگیم aus Langeweile از روی حوصله سررفتگی، اینجا میگیم vor Erschöpfung از روی خستگی بسیار زیاد. از روی احساس اینطوری من بخوام چیزی بیارم و تو جمله بگم آقا از روی فلان چیز یا به خاطر فلان چیز، مثلا نمیام ویگن بیارم، میام aus یا for میارم. حالا aus و for تفاوتش کجا میشه؟ اونجایی که اگر اون اکتی که داره دنبالش میکنه، اون فعلی که داره دنبالش میکنه، اون اتفاقی که داره میفته اگر عمدی باشه، یعنی بیاد یه اتفاق عمدی و خودآگاه رو نشون بده، من aus میارم. اگر ناخودآگاه و غیر عمد باشه for میارم. یعنی چی؟ یعنی من وقتی خوابم میبره نمیخوابم، که خوابم برده، از رو خستگی خوابم برده، یه چیزی که ناخودآگاه بوده، عمدی نبوده. ولی وقتی دارم از روی حوصله سررفتگی آهنگ گوش میدم، خب من دارم آهنگ گوش میدم دیگه، یکی دیگه برام تو گوشه من پلی نمیکنه که. ببینین تفاوتش کجاست؟ پس اگر که میگم یک احساسی رو من دارم بیان میکنم که اون منجر به یک اتفاق عمدی میشه، یک اتفاق خودآگاهی میشه، اتفاقی که من متوجهشم، خودم دارم انجامش میدم، با aus میاد. اگر این اتفاق باشه که یک احساسی باشه که اون منجر به یک هندلونگ، یک اتفاقی باشه که من آگاهانه انجامش نمیدم، ناآگاهانه داره اتفاق میفته، مثلا خوابم میبره، من نخوابیدم خوابم برده، اونجا for میاد. Dann haben wir hier auch dann aus plus Nomen und die beiden Präpositionen kommen mit Dativform. Aus plus Dativ, vor plus Dativ. Aus plus Nomen
Es ist so für ein Gefühl, das eine bewusste Handlung zur Folge hat. So ein Gefühl, das eine bewusste Handlung zur Folge hat. Genau wie hier. Musik hören, das ist auf jeden Fall bewusst. میگه که یک احساسیه که یه هندلونگ یا یک اتفاق کاملا خودآگاهی رو در نتیجهش داره، منجر به یک اتفاق خودآگاهی داره میشه. ولی حالا فور رو با هم تو تخته بعدی میبینیم. اون حالت ناخودآگاهش. همراه من باشین، هم میخوایم فور رو ببینیم، هم یه سری مثال دیگه از aus و فور تو جملات. Und wir sind zurück. Okay, dann wann brauchen wir vor plus Nomen? Wenn wir ein Gefühl eigentlich ausdrücken wollen, das eine unbewusste körperliche Reaktion zur Folge hat. خب ما برگشتیم و میخوایم با هم راجع به فور صحبت بکنیم. اول اینکه بدونیم که فور هم با داتیو میاد همونجور که گفتم و ما چه زمانی میایم از فور استفاده میکنیم؟ زمانی که بخوایم راجع به یه احساسی صحبت بکنیم که یه اتفاق، یعنی اون هندلونگ، اون اتفاقی که بعدش میفته معمولا یه ریاکشن، یک عکس العمل ناخودآگاه بدنی باشه. یعنی یه اتفاقی تو بدن من بیفته که خب میگم دیگه تو بدنم بیفته و من کنترلش نکرده باشم. مثلا آهنگ گوش دادن نباشه، مثلا آدمی که خوابش ببره باشه، یا مثلا از ترس لرزیدن باشه. من اگه مثلا بترسم خودم نمیلرزونم بدنمو که میلرزم ناخودآگاه. همچین چیزی باشه. حالا میخوایم با هم ببینیم. اینم مهمه که بدونیم که میگم همه اینا بستگی به اون هندلونگی داره که داره در ادامه جمله میاد. مثلا همین ترس رو مثال بزنم. فکر نکنین الان هر جا ترس میبینیم بعد با فور بیاریم. جاهایی داریم که میتونیم aus بیاریم. الان مثالش اینجاست. Aus Angst zu spät zur Arbeit zu kommen, hat Lisa sich 3 Wecker gekauft. Aus Angst zu spät zur Arbeit zu kommen, hat Lisa sich 3 Wecker gekauft. از ترس اینکه خیلی دیر به سر کار برسه، لیزا 3 تا ساعت زنگدار برای خودش خریده. از ترس اینکه خیلی دیر به سر کار برسه، بعد می‌بینیم اینجاشون تو اینفینیتیو داریم کما میاریم ها. بعد اینجا داره در واقع این تیکر اینجا اضافه میکنه از روی ترس چه چیزی، بعد اینجا خودش داره دوباره جمله طوری میشه تو اینفینیتیو، پس اینجا رو با کما میاره. میگه که از ترس اینکه خیلی دیر برسه به سر کار، خیلی دیر بیاد سر کار، لیزا 3 تا آلارم برای خودش خریده، 3 تا ساعت زنگدار برای خودش خریده. این یه ترس. حالا میخوام یه ترس دیگه بگم که میگم اون ریاکسیون بدن، اون عکس‌العمل بدنی رو دنبال داشته باشه. Martin zitterte vor Angst. Martin zitterte vor Angst. مارتین از ترس میلرزید. مارتین چیز خیلی ترسناک دیده بود، از ترس میلرزید. ببینین از ترس از روی ترس هر دو داره اون احساسه رو بیان میکنه. اینجا لرزیدن دست خود آدم نیست، ولی اینجا 3 تا ساعت خریدن دست خود آدمه. پس اینو با aus میارم و اینو با vor. Aus Liebe zu klassischer Musik hat Tom sich alle CDs von Beethoven gekauft. Aus Liebe zu klassischer Musik hat Tom sich alle CDs von Beethoven gekauft. از روی عشق و علاقه به موزیک یا موسیقی کلاسیک، تام تمام CD های بتوون رو خریداری کرد. از عشق و علاقه به موسیقی کلاسیک، تام تمام CD های بتوون رو خریداری کرده. از روی عشق دوباره یه کاری کرده که خودش انجام بده، خیلی ارادی، خیلی خودآگاه رفته تمام CD های بتوون خریده. ناخودآگاه که نمیریم مثلا CD بخریم که. دقیقا. Tanja hat Sven auf dem Bahnsteig gesehen. Vor Aufregung klopfte ihr Herz ganz laut. تانیا سون رو تو بانشتاگ، منظور اون سکوی قطار دیده. از روی هیجان قلبش خیلی بلند میکوبید. حالا اینجا میتونیم به جای از روی هیجان بگه مثلا فارلیبه، از روی عشق قلبش خیلی بلند میکوبیده. دقیقاً همون معنی رو میده. آقا یک عکس‌العملی در بدنش به وجود اومده که دست خودش نبوده. Unbewusste körperliche Reaktion. vor. پس تانیا سون رو روی سکوی قطار دیده. حالا روی سکوی قطار که آلمانی میگیم روی سکوی قطار. تو سکوی قطار دیده، در سکوی قطار دیده اینجوری بگیم. و از روی هیجان Aufregung, aufgeregt sein، از روی هیجان قلبش خیلی بلند میتپیده. vor.
Und das war's dann für heute. Heute haben wir zusammen den Unterschied zwischen vor und aus in kausalen Zusammenhängen gelernt. Ich hoffe, dass Sie alle diese Sitzung wirklich gut und sinnvoll finden. این در جلسه امروزمون ما امروز اومدیم با هم دیگه تفاوت aus و for رو توی این جملات علت معلولی با هم دیگه دیدیم. امیدوارم که این جلسه برای همتون خوب و مفید بوده باشه. لطفاً حتما یادتون باشه که کانال ما رو تو یوتیوب سابسکرایب بکنین و مثل همیشه اگر ویدیو رو دوست داشتین براتون مفید بود لایک بکنین و با بقیه دوستانتون به اشتراک بذارین. خیلی ممنون که تا اینجای کار همراه ما بودین. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis später.